مقامات روسیه مناقشه معیشی بین خویشاوندان یک دخترچه خردسال تاجیک و والدان کودک روسی را که این دختر تاجیک را زده بود واهمه کرده خیلی کلان کردند و به ضد جوان تاجیک 20 ساله‌ای که به حمایت از خواهر خردسالش برخواسته بود دو پرونده جنایتی گشودند. پرونده اول بعد دخالت وکیل دومای دولتی الکساندر خینشتین گشوده شد، ولی به اینم قناعت نکرده الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه که با عقیده های ضد مهاجران نام برآورده است طلب کرد تا در رابطه با این قضیه باز یک پرونده گشایند و درباره نتیجه تفتیشش به او حساب بودند. ریاست تفتیشات ولایت سمار روز 6 مارس سال 2023 خبر داد که شعبه تفتیشات نویه کیرو شهر سمار در رابطه با این مناقشه معیشی بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشوده، همچنین از پلیس پرونده جنایتی نیز در رابطه با همین قضیه بر اساس قسم دوم ماده 112 با اتهام قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی از سوی گروه شخصان گشوده شده را نیز طلب کرده به دست خود گرفته است. خود جوان تاجیک و نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات روز 22 فوریه سال 2023 طرفهای شام یک ساکن 20 ساله محلی در نزد یک بنا در کوچه والشسکای شاسه در شهر سمار نسبت به یک کودک خردسال سال تولدش 2013 و افراد دیگر با این گمان اشتباهی که گویا همین کودک خواهر خرده او سال تولدش 2012 را لطوکوب کرده است دست به عملهای افباشی زد. از مواد پرونده جنایتی همچنین برمیآید که همان روز 23 فوریه گمانبر شونده همراه چند تن از شناسایش به سر و رو و بدن پدر کودک ذکر شده چند ضربه زدند. یک ساکن آن بنا که از راه میگذشت و میخواست پیش روی مناقشه را بگیرد نیز مورد لطوکوب از طرف گمانبر شوندگان قرار گرفته است. مقامات تفتیشاتی میگوید همه اشتراکچیان این مناقشه را معاین کرده به ضد یکی از آنها ساکن 20 ساله سماره بر اساس قسم دوم ماده 213 و قسم دوم ماده 112 با اتهام افباشی و قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی پرونده گشودند. حالا مسئله بحث پیشکی گرفتن این جوان دستگیر شده و گفتگوی شریکان او در دست بررسی قرار داشته است. نشریه‌های محلی خبر دادند که جوان دستگیر شده از تاجیکستان بوده در پی لطوکوب خواهر 11 سالش از سوی یک پسر بچه 10 ساله به حمایت از خواهرش برخواسته است. بنا به گزارش تیوی سماره ماجرا از مناقشه خوانندگان مکتب سر شد. یک گروه بچه‌های محلی یک دخترک از عائله مهاجران تاجیک را لطوکوب کردند. از این خبر یافته برادر دختر با چند شناسش به جای کار مادر یکی از کودکانی که خواهر آنها را لطوکوب کرده بود آمده است. او پدر آن کودکان را بر از بار دعوت کرده است، ولی بحث‌های آنها به زن و زنی پیچید. یک مرد همسایه که میخواست پیش روی مناقشه را بگیرد نیز لطوکوب شده است و در نتیجه هر دو به بیمارستان افتادند. مادر آن کودک یولیا سوداکووا در اینترنت ثبت‌های ویدیویی از محل مناقشه را نشر کرد و گفت حملگران گویا پسر او را هم از کورکش کشیدند و تنها بعد دعوت پلیس از جای حادثه فرار کردند. سوداکووا پلیس را به بی‌عملی عیب‌دار کرد، اما طرف دیگر میگوید که پدر و مادر آن پسر بچه دلیل‌های آنها را گوش نکردند و عائله آنها را تحقیر کردند. در پی این بین دو نفر زن و زنی شد و دیگران تلاش کردند که آنها را از هم جدا کنند. باور می‌رود این مناقشه که روی گپ نداشت و اگر وکیل دوم خینشتین و رهبر کمیته تفتیشات باستریکین به دلیل‌های صرف سیاسی به آن دخالت نمی‌کردند، این دو نفر با مقصد گرفتن خود بیشتر مهاجران تاجیک را هنوز قبل از شروع تفتیش در این ماجرا گناهکار اعلام کردند. به جوان تاجیک بر اساس قسم دوم ماده 112 برای قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی تا 5 سال زندان و بر اساس قسم دوم ماده 213 برای افباشی جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل یا تا 5 سال کارای اصلاحی و یا تا 7 سال حکم زندان تهدید میکند.